بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آن که عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده و بترسان. قال یا قوم إني لكم نذیر مبین. نوح گفت ای قوم من برای شما بیم دهنده ای آشکار هستم. ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون. که الله را بپرستید و از او پروا نمایید و مطیع دستورهای من باشید. یغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. پس اگر چنین کردید الله گناهان شما را می آمرزد و شما را تا زمان معینی مهلت می دهد، زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر می دانستید. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. و نوح پس از نصیحت و دعوت گفت پروردگارا به راستی که من قوم خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ولی دعوت من جز بر گریزشان از حق نیفزود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. و من هرچه دعوتشان کردم تا سرانجام آنان را بیامرزی انگشتان خود را در گوشهایشان فرو کردند و لباسهایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردنکشی و تکبر نمودند. ثم إني دعوتهم جهارا. آنگاه آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. پس گفتم از پروردگار خیش آمرزش بخواهید که بیگمان او بسیار آمرزنده است.